اگه دنبال یک بروکر با کمترین اسپرد هستید، با ما همراه باشید تا انواع حساب‌های بروکر آلپاری و میزان اسپرد اونها رو بررسی کنیم. آلپاری 4 نوع حساب اصلی داره که برای تریدرهای مختلف با سطوح تجربه متفاوت طراحی شده. حساب میکرو، این حساب برای مبتدی‌ها ایدئاله و میتونید با حداقل $30 سرمایه ترید رو شروع کنید. ویژگی اصلی این حساب اسپردی هست که از 1.5 پیپ شروع میشه و البته کمیسیونی هم توی این حساب وجود نداره. حساب استاندارد، این حساب هم برای تازه کارها طراحی شده و با حداقل واریز $100 میتونید از اسپرد بهتری که از 0.3 پیپ شروع میشه بهره مند بشید. این حساب هم مثل حساب میکرو کمیسیون نداره. حساب ECN، اگه تریدر حرفه‌ای هستید حساب ECN برای شماست. با حداقل واریز $300 میتونید از اسپرت‌های بسیار پایین که از 0.1 پیپ شروع میشه استفاده کنید. این حساب هم کمیسیون نداره و برای تریدرهای سریع و دقیق و به اصطلاح اسکالپرها عالیه. حساب پرو ECN، این حساب حرفه‌ای ترین نوع حسابه و برای کسانی مناسبه که به دنبال پیشرفته ترین شرایط معاملاتی هستند. با حداقل واریز $500 اسپرد در این حساب از 0 پیپ شروع میشه. البته باید توجه کنید که در این حساب ها به ازای هر لات معامله در بازار فارکس $2.5 کمیسیون دریافت میشه. همونطور که دیدید بروکر آلپاری برای هر تریدر و هر سبک معاملاتی حساب مناسبی با اسپرد رقابتی ارائه میده. انتخاب بهترین حساب به استراتژی و میزان ریسک پذیری شما بستگی داره. اگه آماده اید که با کمترین اسپرد ترید کنید، همین حالا با کلیک روی لینک موجود در این صفحه به وبسایت آلپاری برید و ثبت نام کنید. شاد و پیروز باشید.